حالا سخن خاتموی همایش به رئیس محترم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عضو زیرکمیسیه سیاسی کمیسیه آشتی ملی استاد محیدین کبیری داده می شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران و خواهران عزیز، همدیران محترم، مهمانان گرامی قدر، خداوند را شکر میگویم که برای ما و شما لطف کرد و بار دیگر توانستیم در شهر زیبای دورتموند در این تالار به دیدار یکدیگر برسیم و امروز سالگرد امضای سازشنامه صلح و وحدت تاجیکان را با هم جشن میگیریم. چون همیشه سخنرانی من را در آخر مراسم ها میگذارند، مردم خسته از صحبت ها یک کمی برای ما هم دشوار است و من هم حالا از برادران و خواهران خواهش میکنم که خیلی راحت باشند، آبهایشان را آماده کنند. اگر کسی خسته شده باشد میتواند نیم ساعت خوابم رود در وقت صحبتی من. و وعده میدیم که مثل بعض پیام ها 3 ساعت طولانی صحبت نمیکنم، ولی یک کمی کمتر، شاید نیم اون رو صحبت خواهم کرد، چون حرف گفتنی خیلی زیاد است. ما و شما دیگر مثل در وطن نیستیم که هر ماه یک مرتبه با هم ملاقات کنیم و حرفای دل را زود بگیم. البته تاجیکستان ما شرایطی داشتیم که چاربینی ها برگزار میکردیم، از خوجند و کلاب و ختلان و سغد و بدخشان و حصار در دوشنبه جمع میشیدیم، گاه در سغد، گاه در کلاب، در جاهای دیگر و صحبت‌های میکردیم. امروز برای ما تاجیکستان شده است. آلمان دوشنبه، استریا کلاب، لیتوا یا پریبالتیکا بدخشان، فرانسیا شاید ختلان و مثل اگر کشور نگفته باشم معذرت، ولی کشورها و شهرهای اروپا مثل ولایت‌های تاجیکستان شده است برای یک عده از هموطنان. ما باید حداقل سال یک بار 2 بار با هر بهانه، با هر مراسم یکدیگر رو ببینیم و نترسیم، نهراسیم که ما را چی میگویند. کافی است برای ما، شخصا برای خودم، برای هر برادر و خواهری که در این تالار نشسته است، از هر برادر خواهر یک دعوت تلفنی هست، SMS هست یا با هر شکلی که میخواد ما در خدمتشان هستیم. خب برادران و خواهران عزیز، من پیش از همه میخواستم بعد از تبریکات و بعد از تشکر به دستاندرکاران این مراسم که واقعا هم زحمت کشیدن، از ستاد تدارکات با رهبری برادر عزیزمون داملا محمد سعید رضایی و همه برادرانی که در این ستاد بودن، واقعا کار خوبی کردن. به خصوص برادران و خواهران آلمان که این همه مهمان ها را از دور دارن میزبانی میکنن، ضیافت میدهند و به مهمانانی که از راه های دور و نزدیک آمدن تشکر بیان کنم. واقعا زحمت کشیدید، واقعا قهرمانی کردید. همه شما را تشکر میگویم، چون در چنین روز، در چنین مراسم شرکت کردن نه کاری هر کس است، باید اعتراف کنیم. والا داملا محمد اقبال گفت که از 5 تا 8 سال برای هر کدام شما، حتی برای اون طفلایی که گریه میکنند 2 ساله 3 ساله است، برای اونها هم یک پرونده جنایی علیه باز شد، چون شهروند تاجیکستان است و این تهمت بالای او زده شد. بالاتر از این بالای خانواده ها، بالای نزدیکان شما فشار هست و فشارها بیشتر خواهد شد. اما شما قهرمان هستید، واقعا هم قهرمانان ملی شما هستید که با وجود این همه فشار و مشقت این راه را طی میکنید و برای این مراسم آمدید. شاید بعضی ها فکر کنند که برای هر کدام شما هتل گرفتن، مهمانخانه گرفتن، پول راه دادند و کیسه خرجی دادند. بعضی ها این افسانه و واهمه ها را میتراشند که فلان مقدار پول از سازمان های بین المللی به اینها جدا می شود و اینها تالار میگیرند، کیسه خرجی میکنند و یک باقی مانده شو باز رهبران و مسئولین هم میدزدند در جیب خودشان.
ولی تک تک شما هر کدام شما که مهاجر هستید از پول خودتان، حالا من اینو نگم، شما خودتان میدونید با چه مشقت آمدید و در کجا در کدام شرایط دور زندگی میکنید در منزل برادرها و خواهرای خودتان. این واقعا یک قهرمانی است. این همون فرهنگ تاجیکی است. این جسارت شجاعت شما است که می‌ارزد در این ساعت یکایک شما رو من تشکر بگویم. و در این ساعت می‌سازد که ما به یاد کسانی که باشیم واقعا اونها برای ما صلح و وحدت را هدیه کردند. من در اینجا اگر نام هر کدام اونها را بگیرم خیلی وقت طولانی می شود، ولی باید حداقل نام استاد زنده‌یاد سید عبدالله نوری را، نه به خاطر آن که رهبر ما بود، مؤسس حزب ما بود، واقعا یک شخص ملی بود. شاید که رهبر یک حزب دینی بودن، رئیس ما و شما بودن، برای این کس ظلم شد، جبر شد که در سایه این ناماند. و هر کس این بزرگانی که در این حزب بودن، در این حرکت در اپوزیسیون بودن، فقط به خاطر آن که حرف به طرفداری مردم گفتن در سایه این حرکت ها موندن. وگرنه استاد زنده‌یاد سید عبدالله نوری، استاد محمد شریف مزاده، استاد لطیفی و نام نمیگیرم ده ها نفر آنها که در این عکس هستند یا در جاهای دیگر، اینا هر کدامشون شخصیت های ارزنده ملی بودند که به قدر آنها نرسیدیم. آنها را امروز فقط با نام رئیس حزب یا عضو کمیته آشتی ملی نام میگیریم، ولی در اصل اینا هر کدام شخصیت های نه تنها سطح ملی بلکه شخصیت های سطح یک منطقه و جهانی بودند. من وقتی که اینجا می نشستم به این عکس نگاه کردم، از 28 نفر عضو کمیته آشتی ملی بودند، بعدا 2 نفر بعد که میرزا خوجا نظاموف رئیس کمیته گمرک شد، من با جاش عضو کمیته آشتی ملی شدم و همچنین داملا محمد رسول سلاموف بعدا آمدن. از 28 نفر 10 نفر اینها در قید حیات نیست. باید به یاد این بزرگان، به یاد اون کسانی که واقعا برای صلح و وحدت زحمت کشیدند، بعضی جان خود را نثار کرد، شهید شدند، مثل استاد لطیفی، مثل حبیب سنگین که در همون سالهای کمیته آشتی ملی به شهادت رسیدند، بعضا استاد همت‌زاده و دیگران در بین ما نیستند. 2 نفر در زندان است، داملا محمد علی فیض محمد، اشانی سید قیام‌الدین غازی و دیگران ما در هجرت و کسی حتی عضو معاون رئیس کمیته آشتی ملی عبدالمجید داستویف هم جای خواندم که به این مراسم گذشته در دوشنبه دعوت نشده است. می‌ارزد که به یاد اینها باشیم، به خصوص کسانی که گذشتن در حقشان دعای خیر کنیم. من یادم هست وقتی که این حادثه ها حالا دیگران خود را مؤسس صلح و جان به کف معرفی میکنن، در کمیته آشتی ملی بودیم، زنگ آمد که بین نیروهای اپوزیسیون در تپه سمرقندی و میلیسیونرها یا فرانت خلقی بچهای سهراب قاسمی بود در شهر وحدت برخورد نظامی صورت گرفته است، جنگ شده است و باید زود آن را حل کرد. اعضای زیر کمیته نظامی حبیب سنگین، خدا رحمتی، تقی رحمان که رکتور دانشگاه کلاه بودن اون وقت و چند نفر دیگر ما را هم که اون وقت یاور رئیس کمیته آشتی ملی بودن و با اونجا فرستادن. واقعا لحظه صلح آفرینی و وحدت آفرینی و آشتی رو من در اونجا دیدم که از یک طرف از بالای تپه در درآمدگاه رامید از بالای تپه بچهای اپوزیسیون تیرباران میکردن، از طرف دیگر میلیسیونرها و فرانت خلقی از داخل شهر وحدت و بالای کوپروک. اگر کسی طرف رامید رفته باشه در اونجا یک استانوف که سیمنتی است در سر راه، ممکن که برادرانی که اون طرف منطقه زندگی میکنن دیده باشن. ما تمام اعضایی که رفته بودیم نمیدونستیم که اونجا تیرپرانی میشد، یک بار از 2 طرف در زیر شکولی تیرپرانی 2 طرفه میمونه. خود را در داخل همون استانوف که استگاهی سیمنتی گرفتیم، اونم در یک کنجش که تیررس نبود، باقی مانده تیرها در بدن استانوف که میزدن و محسوب تیرپرانی میشد که اینها برای خیانت آمدند و فلان باید کشته شوند. و با چه دهشت تقریبا 2 ساعت در همون یک کنج استانوف که اعضای کمیته آشتی ملی خدا را شکر که هیچ کس تلف نشد. این حالتهای صلح آفرینی و وحدت سازی واقعی بود، نه افسانه هایی که بعضی ها خود را صلح آفر میتراشند، اساسگذار دیگران را فراموش کردند. و
خداوند جای ایشان را جنت کند و اونهایی که زندانی هستند، اونهایی که زنده هستند، اونها را خداوند سلامت نگه بدارد. وقتی آن است که در یاد برادرانی باشیم که زندانی شدند از همه حزب و حرکت ها، از همه سازمان ها. امروز زندان های تاجیکستان مالامال زندانیان سیاسی است که یک قسم آنها عضو کمیسیون اشتی ملی بودند، زیر کمیسیون های آتش بس بودند، زحمت کشیدند، وزیر شدند، مثل زید سعیدوف از نام کمیسیون اشتی ملی، مثل محمد علی حید، سید عمر حسینی و ده ها نفر دیگر. من نامبر کردم 2 تا اعضای کمیسیون اشتی ملی که الان زندانی هستند. این مراسم به خاطر اونها است. بعضی ها سوال میکنند برادران عزیز، خواهران محترم، که چی ضرورت است این گونه مراسم؟ شما فریب خوردید، شما را صلح و وحدت رو دزدیدن از شما، باز هم جشن میگیرید از صلح و وحدت. بله ما جشن میگیریم، بله فریب خوردیم، بله مکاران دروغگویان ما را فریب کردند، اما جشن میگیریم. جشن وحدت و صلح واقعی، نه اون وحدت و صلح دروغینه که بعضی ها خود را معرفی میکنند. شما ببینید دوستان عزیز، وقتی که سازشنامه امضا شد و وحدت اعلان شد، سند همدیگر بخشی اعلان شد، بین قماندان ها، اعضا، طرفداران فرانت خلقی و اینات، اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، من همچون عضو کمیسیون اشتی ملی و همچون یک نفر در اون روند شرکت کننده شهادت میدهم که واقعا وحدت و دوستی برقرار شده بود. ما به خانه یکدیگر نرفتیم، در توی و معرکه و عزاداری شرکت میکردیم، حتی بعضی‌ها کدا شدند، خش و تبار شدند. ما یاد داریم کسانی را که قاتل پدر و مادرش را شناخت و اون را به خاطر صلح و وحدت بخشید. این واقعا وحدت و صلح واقعی هست. تا امروز این انسان ها به همین صلح و وحدت صادق ماندند. وقتی که ما میگوییم که یک طرف صلح را شکست، وحدت را برهم داد، من خواهش میکنم از همه برادران و خواهران، از این به بعد ما یک طرف خائن، یک طرف صلح شکن نگوییم دیگر. این خیانت طرف ندارد. ملت صلح کرده است، ملت وحدت کرد، هر دو طرف، هم فرانت خلقی هم اینات با هم وحدت کردند، تا امروز وفادار هستند. فقط یک نفر خیانت کرده است، اون یک نفر نام دارد. اون یک نفر ملت نیست، اون یک نفر حتی فرانت خلقی نیست، اون یک نفر حتی حکومت نیست، یک نفر حتی اعضای همون خانواده خودش نیست. من مطمئنم که اکثریت اعضایان فرانت خلقی، کسانی که با ما صلح کردند و حتی در خانواده خودش، از این فعالیت ها، از این عهدشکنی ها راضی نیستند، چون میدانند که عاقبت این کار عاقبت خیر برای خود خانواده نیست. اونا بالاخره میخوان در اون وطن زندگی کنند. و گفتین پروفسور دانشگاه کلمبیا میلیاردهای پول ملت را در بانک های آفشوری خارج خزینه کردن. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه از اون بعد استفاده برند. اما وقتی که ملت از گریبان همه آنها برای این خیانت گرفت، طبیعی است که آنها نمیتوانند استفاده کنند. این است که من مطمئنم، ما سیگنال هم داریم، خبرهای داریم که خود اطرافیان از این عهدشکنی و از این نامردی و ناجوانمردی ها راضی نیستند. حتی اینجا مثال آوردن در داخل فرانت خلقی، در داخل حکومت آن وقت هم آدمان وجداندار کم نبودند که صدایشان بلند شد که آی برادر، اگر جنگ بود همه همان گناهگار بودیم، اگر صلح بود دیگران هم سهم داشتند. نه اینکه فقط خودت رو هم صلح آفر اعلام کنی، هم وطن دوست اعلام کنی و هم پیشوا اعلام کنی. دیگر ملت کجا شد؟ این طرفا کجا شد؟ بنابراین برادر عزیز، ما باید خیلی با احتیاط رفتار کنیم. از این به بعد دیگر همه چیز را با نام خودش و گفت روسا ادرس نباید صحبت کرد، کی هست گناهگار و کی خیانت کرد. یک مسئله خیلی مهم است برادران و خواهران، و من امید دارم که هموطنان حتما این صحبت را خواهند شنید. باید به خود سوال بدیم که چرا یگان مراتبه متن سازشنامه صلح را در یگان رسانه دولتی، در یگان محفل سیاسی، در رادیو و تلویزیون نشر نمی‌کنه. در کتاب‌های تاریخی درسی درباره سازشنامه میگن سازشنامه تدریسات بود، ولی همون سازشنامه تدریسات چی گفته بود، چی متن داشت؟ برای چی اون رو نشر نمی‌کنن؟
برای چی به دانشجویان نمی‌آموزانند و مردم شهر نمی‌بینند؟ آیا به خودمون یک بار سوال دادیم؟ یک سبب دارد. سببش آن است که اگر مردم از متن سازشنامه، از متن پروتکل‌های اضافی، از متن سند همدیگر بخشی آگاه باشد، دانشجویان بخوانند، ژورنالیستان بنویسند، مردم عادی آگاه باشد و مقایسه کند با عملهای امروز، خیانت آشکار می‌شود. مردم می‌دانند، می‌فهمند که کی خیانت کرده است، در سازشنامه چی گفته شده بود و امروز در جامعه ما چه هست. سبب این همه قانون‌شکنی، این همه اهل پیمان‌شکنی، سبب پیدایش پروتکل 3220 که با امضای خود پرزیدنت رحمان قبول شد، سبب این تغییرات و علاوه‌ها و چند مراتبه به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، سبب این زندانی‌های سیاسی، هجرت ما و شما فقط یک چیز است برادران: تمدید قدرت، حفظ مالکیت دزدیده شده، دیگر هیچ سبب ندارد. چون سازشنامه صلح خیلی آشکار و واضح بیان کرده بود، خواهش میکنم از اینترنت پیدا کنید بگیرید. در سازشنامه آمده بود که بعد از تمام شوی مدت پرزیدنتی نفر امروزه هیچ کس حق ندارد همین نفر دیگر تمدید کند، بعدی که تغییرات علاوه ها بشد و نفر دیگر به سر قدرت میاد. یعنی پرزیدنت رحمانوف باید که تنها یک مدت بعد از امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور باقی میموند. این متن سازشنامه است. احزاب سیاسی آزاد میشدند، احزاب دینی، کمونیستی، اتئیستی، دموکراتی و هر کی باشد. انتخابات ها در اساس بسیار حزبی و شفاف برگزار میشد. مردم خودش انتخاب میکرد. اما وقتی که خواست حکومتش رو تمدید کند، خانوادگی کند و تا آخر حیات رئیس جمهور باشد، ضرور دانست که این سازشنامه را از ملت پنهان کند، متن آشکار نشود. در یگان سرچشمه دولتی شما اون را نمیبینید، دیگر در نشریه ها نیست، در کتاب های تاریخ نیست، فقط بگن که یک سازشنامه تقدیرساز بود. ملت که دانست، آگاه شد، این خیانت خودش به طور اتوماتیک آشکار خواهد شد. بنابراین وظیفه ما و شما هست که این سندها را باید نشر کرد، باز نشر کرد، درباره ماهیت آنها باید صحبت کنیم. بله، ما را حتما خواهند گفت که این جشن‌های شما، مراسم‌های شما، جلسه‌های شما فایده ندارد، برگزار نکنید. بعضی‌ها میگن که چه ضرورت دارد از 5000 کیلومتر دورتر شما این جشن رو، مراسم رو برگزار میکنید، در داخل چه تاثیر دارد؟ اگر تاثیر نمیداشت، برادران خواهران عزیز، این را در خاطر بگیرید. اگر تاثیر نمیداشت، بالای ما و شما اینقدر فشار نمی اومد. حالا همین ساعت مستقیم دارن حرفای ما و شما را گوش کرده ایستادن. من ملت را در نظر ندارم، مردم کسی لازم است گوش میکنند. من مقامات و مسئولین را در نظر دارم. بالای هر کدام ما و شما الکی دقت کرده ایستادن. کی شرکت کرد، کی سخنرانی کرد، چی گفت. پس میترسند، پس تأثیر داشته است. پس شما قهرمان هستید، قهرمان واقعی شما هستید که به گفت این پروفسور امریکایی تمام ساختارها، تمام نیروی خود را فقط صرف ما و شما کرده است. دیروز ما وقتی که وокزال در می آمدیم، البته خیلی بهنرانه باز همون مقامات تاجیکی ما نشان دادن. احساس کردیم بچه‌هایی که با ما بودن که نظارت هست و نواربرداری و با گفت خشون سلیش که از بالای ما هست. و ما هم دیگر آشکار بچه‌ها را که گفتن که راه آسانی آشکار کردن اینها رو سلام کن، تاجیکی صحبت کن، بلافاصله تاجیکی صحبت کن. یک چیز خواهش کن، حالا بگو تاکسی رو از کجا بگیریم، هیچی نپرس، بگو برادر تاجیکی بگو تاکسی رو از کجا گرفتن ممکن در وокزال. بعد میدان جواب چی بود؟ وقتی که سراسیمه بشد زبان تاجیکی گفت برادر تاکسی رو از کجا بگیرم. اون طرف گفت که یک لحظه ایستاد، سراسیمه‌اش گفت کاین تاجیکیش، من تاجیکی رو نمیفهمم. تاجیک نباشی، تاجیکی رو نمیفهمی، چگونه فهمیدی که با تو تاجیکی صحبت داره؟ یعنی دقیقاً بالای هر حرکت، بالای هر اقدام نظارت هست. این است که این مراسم اهمیت دارد برادران. این مراسم امید میبخشد.
به ملت، به مردم. بله دیگران تلاش میکنن ما را ناامید کنند. دیگران حتی اون یک گروه از چخیلی که داملا سید موسی هم بسیار خوب قید کردن، یک گروه هست از حالا روشنفکران ما، از هموطنان عزیز و بزرگواران ما خیلی یک موقع جالب گرفتن، یک پوزیشن خیلی بی‌ضرر از همه طرفه ادابنی. نمیخواهند خود را با حکومت فسادزده دیکتاتوری آمیخته کنند و بعدا گفتن شاید که شما هم جزء این فسادکاران و جنایتکاران بوده، ولی بازم نمیخواهند با این مردم مبارز همراه باشند با هر دلیل. بعد میگن از دست شما چی میآید؟ شما در این مسافه دور اون وقت در افغانستان در سرحد بودید، نیروی نظامی داشتید، حالا از دستتون هیچ نمیآید. تلاش میکنند در مردم این روحیه ناامیدی رو به وجود بیارن، تلاش میکنند بگویند که هیچ کار نمیشود. در بین مردم میگویند که اینها با خون آمدن با خون میروند، این کارها و جلسات هیچ فایده ندارد. خودشان این واقعیت ظالمانه دیگران و مظلومانه خود را قبول کردند، پذیرفتند و میخواهند دیگران هم این واقعیت را قبول کنند، بپذیرند. خب برادری عزیز، اگر خود این ظلم را قبول کردی، به این واقعیت تن دادی، معنی ندارد که همه ای را قبول دارد. حداقل این برادر و این خواهر تو که هموطنی تو که برای آزادی تو هم دارد مبارزه میبرد، وطنش را از دست داد، مالکیتش را از دست داد، نزدیکانش را از دست داد، تمام وجود و حیاتش را از دست داد، امروز خاموش نیست. مگر این از روی انصاف است، از روی وجدان است، از روی روشنفکری، از روی نخبه بودن است که در بدنه این ملت مبارز باز هم تخم ناامیدی را میکارید، اونها را ناامید میکنید، فقط به خاطر آنکه خودتون را سفید کنید، بگید که همه ملت همین است. نه، همه ملت نیست. اگر شما این موقع را گرفتید، حق حلالتون، هیچ کس حق ندارد شما را برای این متهم کند، اما شما هم حق ندارید این مردم مبارز، این جوانان، این خواهران و برادران که آماده خدمت و زحمت هستند، اینها را ناامید کنید. ولی برادران خواهران عزیز بدانید این را باید آشکار کنیم و همین چاره‌بینی و همین مراسم اینا معین کرد. ما بسیار میخواهیم که مسئولیت این ملت، این مبارزه مال همه باشد، همه شرکت کنند، همه در آن سهم داشته باشند، همه آن را صاحب شوند، بعدا همه فخر آن را داشته باشند. اما چی کنیم؟ امروز دیده ایستادیم که باز هم تنها هستیم. انا همین مردمی به گفت بعضی ها پایلوچ، مردمی بیسواد، بعضی ها ما و شما را احساساتی میخوانند، بعضی ها تندرو میخوانند، بعضی ها متعصب و ناخوانده و قفامانده میخوانند. ولی ملت تاجیک همین است، همین شما هستید، همین شما هستید که در زمانش در سالهای 20 سال قبل، 25 سال قبل در میدان نشین‌های اول انا هم بعضی روشنفکر و نخبگانی که از کابینت ها بیرون نمی آمدند احساس کردند که از مسکو باد دموکراسی وزید، آمدن میکروفون ها را در دوشنبه ماندند و میدان نشین شدند و دعوت کردند شما را، مردمی دهاتی و مردمی به اصطلاح بیسواد و پایلوچ را، تا اینکه آنها را با خوراک تامین کردید، آنها را بالای دست برداشتید، با خیمه تامین کردید، شما قربانی شدید، آنها منبر را صاحب شدند. اما وقتی که تانک و توپ وارد شد بالای شما، باز هم جاهای خود را گرفتن در مسکو، در واشنگتن و در پاریس، شما ماندید و تانک و توپ دشمن. امروز هم باز اتهام به سر شما هست که اینها احساساتی اند، پایلوچند، با اینا نشستن عیب است، از شما پرهیز میکنند. هر کس با هر دلیلی نمیخواهد بیاد شرکت کند، بعد بهانه چی میکند؟ به من صبح بهانه یکی را گفتن که در دعوتنامه نام رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به حرف کلان و نام من به حرف میده نوشته شده است، من نمیرم. خب من عذر میخواهم و جزا میتیم همون کسی را که نام ما را کلان نوشته است و نام شما را میده. ولی این چی بهانه هست؟ باید آشکار گفت برادر میترسم امروز بروم. این جوان مردانه تر میشود از اون که این گونه بهانه ها بیاریم. ولی بدانیم برادران و خواهران عزیز که این مسئولیت به دوش ما و شما است. جز ما و شما هیچ کسی این مسئولیت را به دوش نمیگیرد. تنقید میکنند، راه نشان میدهند، سند پیشنهاد میکنند،
و هزار نظریه دیگر پیشنهاد میکنند، ولی اینا همش در فیسبوک و در دفترهای کاری و در کابینت‌های کاری باقی میموند. این تاریخ ملت را ما و شما میسازیم. انا این مردمی ناخوانده به اصطلاح، کم سواد، احساساتی، ولی من مطمئنم سواد و دانش و فهمیش یکایک شما از همونایی که در کابینت ها نشستند و از فیسبوک بیرون نمیبرند و دیگران متهم میکنند بالاتر و بهتر است و این را اثبات کردید. فقط خواهش من این است به احساسات داده نشوید، به اون سفسطه و به اون تهمت ها جواب نگویید. خودتون را حفظ کنید، آبرو و حیثیت خودتون را، فرهنگ ملی، فرهنگ معاشرت اصلا نادیده بگیرید، راه خود را ادامه بدهید. اما نکته دیگری که اینجا میخواستم بیان کنم این است که ما واقعا درباره صلح وقت گپ میزنیم باید کمبودی های خود را پنهان نکنیم. من شخصا همچون عضو کمیسیون رشد ملی، همچون امروزه مسئول شما، بعضی کمبودی ها را اعتراف میکنم و بدوش هم میگیرم. خودم بدوش میگیرم، حق ندارم دیگران رو بگم. اونها زحمت های خودشون رو کشیدن، خدا رحمت کنه استاد نوری، استاد مزاده، بزرگان دیگر اون مقداری که میتونستن سهم خود را گذاشتن و من مطمئنم دعا کنیم در حقشون که در پیش پروردگار با سر بلند باشند و هستند. این ما و شما باید جواب خود را فردا بگیم. اما میگویند که شما فریب خوردید و شما را فریب کردن. برادران عزیز، خواهران محترم، بله فریب خوردیم. این خصلت تاجیکی است، چیکار کنیم؟ تاجیک ساده است، تاجیک صمیمی است. تاجیک طول تاریخ از همسایگان، از غاصبان، از ظالمان خودش با همین سادگی و صمیمیتش و خوشباوریش فریب خورده است. چیکار کنیم؟ این خصلت ازلی تاجیکی را نمیشود از خودمان بیرون کنیم و شاید بزرگترین قوه ما هم در همین صمیمیت و خوشباوری و در همین باور کردن های ما است. ولی مکاران و دروغگویان، آنهایی که جای لازم شود میرقصند، جای لازم شود گیره میکنند، من شخصا گیرهشون دیدم و هزار حیله و نیرنگ میکنند، فریب کردند. امروز میگویند که ما با هیچ کس صلح نکردیم. ما اکنون فهمیدیم که با ما صلح نکردند، ولی خیلی دیر فهمیدیم متاسفانه. این رو باید زودتر میفهمیدیم. اما یک مسئله است که خواهش میکردم از همه تحلیلگران و کسانی که صلح را بها میدهند، اپوزیسیون را، حکومت را بها میدهند، یک نکته را به نظر بگیرم. اگر ما را برای این کمبودیامون محکوم کردنید، انتقاد کردنید، ما قبول داریم. اما بیاید یک مرتبه خائن را هم، دزد را هم تنقید کنید. مثل همون قصه نشود که مردی را گاوش را دزدیدند، چون دزد خیلی دزد ماهر و قوی و قدرتمند بود، تمام گناه را به سر این صاحب گاو زدند که خودت به احتیاطی کردی، دری عاقلت رو خوب محکم نکردی، خودت گناهکار هستی. خب ما را هم برای به احتیاطی و برای به حوصلگی و مال خودمان را صاحب نشدن تنقید کنید، قبول داریم. اما خواهش میکنیم یک مرتبه این دزد را هم بگید که دزد هستی، این خائن را هم یک بار خیانتکار بگید. اگر میترسید از دوست قوی میترسید، حداقل ما را زیاد بیشتر از اونه که سزاوار هستیم تنقید نکنید. ما قبول داریم که فریب خوردید، اما طرف دیگر خیانت کرد، دزدید، وحدت ملت را دزدید، صلح ملت را دزدید. غیر از اون میلیاردها بایگری ثروت ملت که در بانک‌های آفشاری پنهان کرد، از همه مهمترین دستاورد ملت صلح و وحدت را هم دزدید. پس باید این را هم برادران بگویم. خب دوستان گرامی، برادران عزیز، بیاید درباره صلح و وحدت دیگر شکایت را بس کنیم. اعتراف کنیم که این واقعیت هست، اما شکایت با کی میکنیم؟ تا کی ضعیف نالی؟ تا کی داد و وای کردن که صلح ما را دزدیدن، مالکیت ما را دزدیدن، وحدت را دزدیدن؟ مطمئن باشید به داد ضعیف در جهان امروزه کسی نمیرسد. نه سازمان های بین المللی، نه حقوق بشر، نه سازمان ملل، هیچ کس نمیرسد. غیر از ما و شما این حقی از دست رفته رو هیچ کس برقرار کرده نمیتواند.
بیاید از این به بعد از موقع قدرت و نیرو گپ زنیم. شکایت بس. گفتی همون سوال دائمی لنین را که این پروفسور امریکایی هم تکرار کرد. پس چی باید کرد؟ شتو دیلت؟ پس چی باید کرد؟ ای اقوام شرق، محمد اقبال هم در شعر معروفش این را گفته بود. این سوال را از خودمون بپرسیم چی کار باید کنیم برای آباد کردن آینده وطن، ملت، برای بازگشت سربلندانه. بله این چاره‌بینی ها حتما لازم باید باشند، اما کارهای مشخص لازم است و اولین و مهمترین عامل و قدم این اتحاد است. اتحاد همه فرزندان این ملت. بیاید اگر همه به این نظر هستیم که یک نفر خیانت کرده است، یک نفر خائن است، دزد است، مگر برای یک ملت دشوار است در مقابل یک نفر گفتن بس کافی هست، حاکمیت هم بس، دزدیت هم بس، ظلمت هم بس، خسته شدیم. هیچ کار نمیخواهد که میدان نشینی کرد، از نو تظاهرات کرد، نه، فقط کلمه بس را یک مراتبه همه با هم با یک شکل مناسب باید به زبان بیاریم. چه کسانی که در حکومت هستند، چه کسانی که در داخل کشور هستند، چه کسانی که در بیرون هستند، باید متحد شد. اما متحد شدن شرط و شرایط دارد برادران. بعضی ها همیشه 2 سال 3 سال است که نهضت را ما را دعوت میکنند به همدیگر فهمی و وحدت و صلح و گفتگو. برادران عزیز، برای نشستن با هم 2 شرط بسیار ساده و مهم است. یا یک نفر رو دعوت میکنی برای نشستن، یا خودت به نزدش میروی. دیگر اون گفتی تاجیکا چشمبندی نیست. یا دعوت کن ما برویم بشینیم، یا دعوت کردیم بیا. فرق ندارد از طریق SMS، از طریق مکتوب، فرق نمیکنه. اقلا نفری که رفت پیشت درت رو باز کن، یا دعوت کرد بیا. شرط اساسی نشستن و گفتن همین است. در فیسبوک نمیشود ملاقات کرد برادران، در فیسبوک نمیشود اتحاد کرد، در خانه میشود، در تالار میشود، در پس یک میز میشود. برادرانی که همیشه از وحدت و از یک پارچگی صحبت میکنیم، بیاید قدم اول رو بگذاریم. یا دعوت کردن بیایید، یا دعوت کنید برویم. دیگر اینجا یکون فلسفه و یکون مسئله بسیار چخور نیست، کار خیلی ساده است. اما وحدت برای چی و به خاطر چی؟ این خیلی مهم است. اگر ما ساعتها بشینیم، روزها بشینیم، اما اون موضوع وحدت نداشته باشه، بیهوده است برادران. ما سری چی باید وحدت کنیم؟ من اینجا 1-2 جمله میگم، خواهش میکنم برادران بخصوص اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی با دقت گوش کنید. اینجا از لایق بزرگوار ایشان عبدالستار یک شعر خوند، آخرش را اگر اهمیت داده باشه، گفت که ما نبرانیم که اسلام تخت نشین باشد، یعنی حاکم باشد، حکومت کند. ضرورت ندارد اسلام. حالا روایت های زیاد است، هر کس آیات های قرآن را، حدیث را به طور خود شرح میدهد، ولی حالا دیگر ضرورت به خواندنش نیست. ماهیتش همون است که ما نبرانیم که اسلام تخت نشین باشد یا نشیند بر تخت، ما برانیم که اسلام سالم باشد. این خلاصه مبارزه همه ما و شما را استاد لایق در همین شعرش بیان کرده است. این یعنی چی معنی دارد؟ اگر ما واقعا میخواهیم با دیگر احزاب، با دیگر گروه ها، با هموطنانمان صلح و سازش کنیم، همزیستی داشته باشیم، باید این را قبول کنیم. برادران و خواهران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک کشوری تاریخاً گوناگون اندیش، گوناگون قوم، گوناگون مذهب، گوناگون رویه بود. حتی از لحاظ جغرافی هم ما طول 1000 سالها درواز و قراتگین با واسطه کوههای سر به آسمان از سوغد و از حصار 6 ماه بسته بود، ارتباط نبود. در ما طول تاریخ سنی و شیعه زندگی میکرد. در ما ازبک و تاجیک بود، ترکمن بود، بعدا یهودی و روس و کارهگی و نیمیس و دیگرها وصل شدند.
ملت تاجیکستان ما و شما محکوم بر آن است. این دیگر همین طور آفریده شده است که باید یک کشوری آزاد، گوناگون اندیش، دارای بسیار حزبی، بسیار قومی، بسیار مذهبی، در آن باید تاجیک باشد، ازبک باشد، روس باشد، مسلمان باشد، زردشتی باشد، کمونیست باشد، در آن باید شیعه باشد، سنی باشد، در آن باید بیدین باشد، اتئیست باشد. هر کی میخواهد خود را تاجیکستانی میداند باید در آنجا آزادانه در زیر پرچم تاجیکستان و پرتو قانون اساسی آزادانه زندگی کند. هیچ کس دعوای آن را نداشته باشد که فقط به خاطر تاجیک بودن برتریت از غیر تاجیک دارد، فقط به خاطر مسلمان بودن برتریت از غیر مسلمان دارد، فقط به خاطر سنی بودن برتریت از شیعه دارد، یا برعکس به خاطر دیندار بودن برتریت از بیدین دارد. اگر ما این را قبول داریم، به این اعتقاد داریم، به این باور داریم که این فرموده قرآن ما هست، حدیث ما هست، پیامبر ما هست و این ضرورت ملت و کشوری ما هست، پس این را باید با صراحت به همه هموطنان بگوییم و اعلان کنیم که ما طرفدار یک تاجیکستان آزاد، دموکراتی و دنیوی هستیم. و هر کسی که تهمت میکند که اینها سر قدرت بیایند، یک حکومت دینی میسازند، زنها را حجاب میپوشانند، دینهای دیگر را منع میکنند و حکومت را حکومت در دست ملاها و مسلمان ها فقط میدهند، این را همچنین یک تهمت و یک دروغ معرفی کنیم، بگیم این دلیل ندارید و نترسیم از گفتن این چیز. اگر چنین است ما در را برای همگان باز خواهیم کرد و این تهمت ها و این خیانت ها را علیه ملت، علیه کشور و علیه خودمان با آسانی خنثی خواهیم کرد. امروز وقتی که ما این را با صراحت با استفاده از این فرصت اعلان میکنیم، خواهش میکنم از این بعد دیگر اجازت ندهید به دیگران که ما و شما را تهمت کنند. خیلی با جسارت باشید، با شجاعت باشید و نترسید از آن که شما را متهم به اکستریمیستی و تروریستی و به تهمت های دیگر میکنند. شما اگر واقعا به عقیده خود باوری دارید، چون که خداوند در قرآن مجید میفرماید لا تهینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ناامید نشوید، راه افتاده نشوید، شما بالاتر هستید اگر به خدای خود، به عقیده خود ایمان دارید. ما که به وطن خود، به راه خود ایمان داریم، چرا از این حرفهای دیگران نسبت خودمان بترسیم، ناامید شویم؟ یک چیز را یادتان نرود، پیامبر اکرم صلوات الله علیه در وطن خودش پیامبر بود، در قریش، در مکه همچون جنایتکار از طرف خویش و تبارش نام برآورد، بدرغش کردن، مهاجرش کردن، اول به طائف، بعد به یثرب، به مدینه، با همین تهمتایی که ما و شما رو میکردن. حضرت عیسی مسیح را به دار آویختن همچون جنایتکار، همچون خائن، همچون تروریست. حکم حاکمان روم را بخوانید در حق حضرت عیسی مسیح که پیامبر بود. امروز بیشتر از نمیدونم چند میلیارد انسان پیروی از اون میکنند در مسیحیان دنیا، پیروی از کسی میکنند که حکومت زمانش او را همچون تروریست، همچون اکستریمیست، همچون رادیکال به دار آویخت و حکمش را در محکمه خودش خوانده بود. مگر غیر از این بود؟ مگر حضرت موسی را فرعون به چه خاطر حکم برآورد؟ یا نیلسون ماندلا را حکمش چی بود؟ بردارید تاریخ نیلسون ماندلا را از اینترنت بخونید، با کدام ماده‌های جنایی قانونی آفریقای جنوبی نیلسون ماندلا 29 سال مثل زید و مثل بزرگمهر و سید عمر و محمد علی و ده نفر دیگر زندانی شد. اگر نامها را بردارید، عیناً استاتیه های نیلسون ماندلا عین استاتیه محمد علی و سید عمر و بزرگمهر و زید سید است. اینا گفتن میگیرن، غلط میکنن، اینا دروغ میگن. حتما روز خواهد شد که نیلسون ماندلا های تاجیک از زندان بیرون میآیند و حکومت خواهند کرد.
شما با این نگاه باید رفتار کنید، با این فلسفه باید که وارد اون مبارزه شوید. اما اگر چند نفر در فیسبوک نوشت، چند کسی که غیر از خودش و چند همقده و دوستش کسی به آنها اهمیت نمیدهد، این معنی ندارد که ما و شما رو افتاده شویم. فشار را از این بعد بیشتر بالای ما و شما خواهند کرد، اما بدانید که اون روز دیر نیست. حتما این ملت نخبگانش باز جمع خواهد شد، با هم خواهیم آمد و این مسیر را انشاءالله که با کمک خداوند و دستگیری شما ادامه خواهیم داد. اما در آخر برادران عزیز، در بار دیگر تبریک میگویم یکایک شما را، همه ملت را، و این پیام را به همه هموطنان بار دیگر تکرار میکنم، میفرستم که ما فقط با یک نفر مشکلی داریم، اون نفری که به ملت، به صلح، به وحدت خیانت کرد. نه به اعضای حکومت، نه به احزاب دیگر، نه به گروه های دیگر، حتی نه به اهل خانواده. ما اون رفتار جوانمردانه را هیچگاه نخواهیم کرد که نسبت خانواده های ما و شما میکنن. اگر مردن، اگر جوان مردن، بیاین مردانوار بین مردها حل کنند. میزنند، میکشند، غارت میکنند. چه خیلی که فرستادند رحمتی عمرعلی قوت را شهید کردند، چه خیلی که امروز در اینجا فرستادند و تلاش دارند، و این شهادت از خداوند است. این فخر است برای هر یکی ما و شما. اما این را ما قبول داریم، اگرچه جنایت است ولی میگیم خب مرد است، مرد برای قربانی است. اما زن و بچه مردم را نرسید. به زن و بچه و به مادر و پدر مردم رسیدن، اونها را تحقیر کردن، این نه در فرهنگ تاجیکی است، نه در فرهنگ ازبکی است، نه در حتی چنگیزخان که برای شما الگو هست و برای شما نمونه هست، این فرهنگ را نداشت. مردان خراسان را قتل کرد ولی به زن و بچه مردم نرسید. امروز شما زن و بچه مردم را گروگان گرفتید. ما وقتی در پاییز می آمدیم، زینب گفت که دخترچم گفت که چی هست؟ گفتیم درباره صلح گپ میزنیم. گفت که ما هم حق داریم گپ بزنیم. گفتم نه، اونجا کلانسال ها صحبت میکنن. گفت که این صلح و وحدت و آزادی فقط برای کلان است، برای کودکان نیست. گفتم که برای کودکان هست. چی گفتن میخواستی؟ گفت که من میخواستم بگم که اگر مردها هر چی کاری میکنید بکنید. این حمزه دادری من 3 سال شد زندانی است، در دست شما چی گناه دارد که نه پدرش را دیده است و نمیتواند توبت کند؟ خب میخواستم همین را بگم که کودکان و زنها چی مشکلی دارند که اونها را باید شما قربان کنید. این پیام ما با آنها است، بخصوص برای آن کسانی که پدر و مادرشون امروز گروگانند، زندانی‌اند، در قبضه این چنگیزی های عصر هستند. هر روز ویدیوش ما تماشا میکنیم، شرم نکرده میبرند ویدیو را نزد یک پدر و مادر و برادر، با چه عذاب و مشقت از اون سخن میگیرند که شما دعوت کنید فرزندان خود را برگردند، ما آنها را بخشیدیم. شما حتی خودتان را نبخشیدید، چی رسد به ما؟ معلوم شد که با شما تو صلح نکردید، چگونه میبخشید؟ شما به خاطر آن ایشان عبدالستار و عبدالرحیم و دیگرها را دعوت کرده ایستادید که زورتون آمد. این مردم سرخم نشد، این مردم مبارزه را ادامه داده ایستاده است. وگرنه ایشان عبدالستار چی گناه داشت که شما امروز او را میبخشید؟ خیلی خوب، ایشان عبدالستار عضو ریاست عالی نهضت اسلامی تاجیکستان بود و شما حالا دعوا دارید که ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرح تبادلات را کشید و در کابینت هاشون گویا یافتید این طرح را. محمد علی را، سید عمر را، عبدالقادر را، همه را برده زندانی کردید. کسی را در اون لحظه قپیدید، زندانی کردید با این تهمت. ایشان عبدالستار 1 ساعت پیش فرصت یافت رها شد، وگرنه جای ایشان زندان در پهلوی معصوم عبدالستار بود. خب اگر امروز میگه که ایشان عبدالستار برگردد گناه ندارد، پس معصوم عبدالستار هم گناه ندارد، پس سید عمر هم گناه ندارد، پس محمد علی هم گناه ندارد. و اینا همش در یک ریاست بودند، در یک کابینت می نشستند.
اون که یک ساعت پیش بلیط گرفته توانست از چنگ ظالمانه شما رها شد، اون بیگناه بوده است، امروز برگردد تا اینکه در خارج فعالیت نکند. اون که به شما باور کرد، محمد علی را زاره کردم، سید عمر را تولد کردم که برای من خبر دارم از داخل حکومت، به من گفتن که همه رو بعد از 16 بعد از رفتن پوتین و سران کشورهای شانگهای میگیرد. یک ساعت نیسته بیاید، گفتن که ما چی گناه کردیم که ما رو میگیرن؟ برای چی میگیرن ما رو؟ ما در خونه‌مون نشستیم. ولی ایشان عبدالستار، شانعین، دیگرانی که حرفشنوی کردن زودتر برآمدند، اینا امروز بیگناه شدن، اینا رو تولد میکنن به خاطر آنکه برادران ما و شما مبارزه را آغاز کردیم و اینها فهمیدن که این اول مبارزه است. بنابراین من با آنها میگم، پیام من این است که از این جوانمردی ها دست بکشید. اگر واقعا میخواهید که ملت برگردد، این بچه ها برگردن، یک راه داره، زندانی های سیاسی رو آزاد کنید، همش رو، چه نهضتی و چه غیر نهضتی. حضور بخواهید همونطوری که سازمان ملل از شما طلب دارد که هم آزاد کنید و هم جبران پرداخت کنید. من باور دارم که یگان کس در این بیرون نخواهد ایستاد. هیچ کس خواهشی در اینجا ایستادن ندارد. با وجود همه احترام به آلمان و فرانسه و لهستان با این آزادی‌ای که دارد، اما ما وطن ما رو دوست می‌داریم، می‌خواهیم برگردیم، اما نه با اون زندان بزرگی که شما برای ملت ساخته اید. انشاءالله که این پیام خواهد رسید، اما وظیفه ما و شما است که این تلاش و این مبارزه را که اکنون آغاز شد در آینده سربلندانه، از کسی نترسیده نهراسیده ادامه بدهیم. شک ندارم که پیروزی نزدیک است. خداوند یکایک ما و شما را در پناه عصمت خودش نگهبان باشد و بار دیگر به همه برادرانی که زحمت کشیدن آمدن تشکر میگم و کسانی که میزبانی میکنند خداوند اجر آنها را هم زیاد کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.